الله الرحمن الرحيم. باسم المقام الأزمة خامنة ولي أمر كل المفلسين والمختلسين والمفسدين وكل مصدوران الأجمعين. السلام على كل الأموال والصحمنة من الاختلاصات العلنية والخفية، من الشايات الدبشية وغير الدبشية. نحن نحب الكوبيدة والفسنجون أخجون مخصوصا اگر کنارش باشه بادنجون. این روزها پیامهایی از اقصانقات جبهی و عرفتی ولایت یعنی خامنه به من میرسه که چرا بعد از گذشته این همه روز از شروع جنگ بنده وارد نمیشیم. سوال خودم هم همین بود، سوال خوبیه. مثل اینکه حواستون نیست که ولی امر خارج کشور روی اره سوار شده. منم ترک خودش سوار کرده که مثل خودش نه راه پس دارم نه راه پیش. یعنی اگه یه نفر بشینه روی اره عقب جلو بره چی میشه؟ ما در همین حدی هم که وارد شدیم خوراک کتلت در وعده‌های غذایی همینطور بالا رفته. خب آقا این هزینه داره، کتلت هزینه داره. جای این که ای سال از من بپرسی چرا از خامنه نمیپرسی؟ چند بار به خودم گفته اگه تو وارد شی آتیش میفته به آبای خودم و شما و کارمون تمومه. اگر هم وارد نشی که اون وقت چه بکنیم؟ با لشکر فتنگرای 80 میلیونی. نحن شرشرنا من هلا الى اون سر دنیا. گفتم خامنه بالاخره ما چه خاکی تو سرمون بکنیم؟ گفت بذار برم بشینم رو همون پلهه. خدا حرف بزنه ببینم چه غلطی کنیم. به من میگن حسن خرسالله، به من میگن این همه چریدی پس دنبعت کو. من از همین تریبون اعلام میکنم که با این وضعیتی که خامنه پیدا کرده دیگه دنبعی برای ما نمونده. من از جانب مقام عظما به دشمنان اخطار دادم که شوخی کردید یا جدی بود؟ باز هم تکرار کردم شوخی کردید یا نه چی بود؟ از طرف دشمن پیام اومد که نه شوخی نکردیم، خیلی هم جدی بود. که من همونجا قاطعانه گفتم که شانس آوردین چون جماعتنا لا تشخنا مع جماعت الاخرى في العالم. یعنی جماعت ما با هیچ کس در عالم شوخی نداره و ما فقط یعنی میدونی با مقام عظما تشخنا یعنی شوخی داریم که بهش میگیم امام. خامنه خیلی خوشش میاد، کیف میکنه. در پایان خطاب به مقام عظما اعلام میکنم که ای سید علی، ای خامنه، ای آقای ما، پولمون رو رد کنی بیا که این شکم صاحب مرده بدجوری به غار غور افتاده. به اخوان پاسدار هم میگم آقا قرار بود برید غزه، چرا از کانادا سر در آوردین؟ چی شد؟ هواپیما دوباره اشتباهی رفت؟ و السلام علیکم، بقیهش باشه برای بعد.